همین عبدالله راهنما و که عبدالقادر طلبک اینا دوستانی منن، ما شناس هستیم، در یک زمان در دانشگاه خوندیم یا کمی پس و پیشتر. اندیشه اونا با من شناس است. عبدالله راهنماها طلبکوفا در اطراف دلخواه دیکتاتور و حاکم ظالم وجود داشتند و خواهند داشت و دیکتاتورها به این افراد نیاز دارند. هر یک دیکتاتور به مداح و چاپلوس و لگنبردار نیاز دارد، وگرنه بدون اینها او نمیتوانست دیکتاتور شود مردم را مغزشویی کند. اما اینجا سوال این است که نیاز این افراد چی هست که میروند چاپلوس و مداح یا دیکتاتور میشوند؟ این مسئله دیگر است. مثلا آیا دلیل وجود دارد که ما بیایم مثلا اطرافیان هیتلر را سفید کنیم؟ کسانی که در وصف چنگیز و محمود غزنوی و اینا قصیده می سرایدند، مثلا کم نبودن شاعرانی. واقعا انوری مثلا قصیده در قصیده سرایی هیچ کس به انوری برابر شده نمیتواند، یگان شاعر دیگر. اما فردوسی در تاریخ موند، اما دیگر مبارزان در تاریخ موندند. عمر خیام با هم چند رباعیش در تاریخ ادبیات مان قوی‌تر بود از اون که انوری بود، اگرچه قصیده سرایی بسیار قوی بود، ولی چون شاعری درباری بود و شاید نیازهای داشت، خب دیگر این انتخاب او بود. من فکر میکنم هیچ دلیل وجود ندارد که ما کسانی را که جنایت‌های هیتلر و چنگیزخان و حالا تیمورلنگ و رحمان و اینها را عالم خان و هر کسی که در تاریخ ملت ما به ملت ما ظلم کرده است و اینها را سفید کرده باشند، من برای اینها هیچ دلیل ندارم. این را جز همون نیازهای نفسانی و جز طمع کاری برای یک زندگی راحت داشتن، شورتنگر را پیدا کردن، آرام بودن و بعضی ها حتی شاید چندان طمعی مادی ندارن. برای اونها کافی است که صحنه داشته باشن، اونها منبر داشته باشن، کافی است که استادشون بگیرن، کافی است که این طرف اون طرف سفر کند، شعرش در یک جا چاپ شود. مثلا کم نیستن شاعرانی که اصلا خیلی در زندگی شخصی خیلی پارسان، خیلی قناعت پیشن، اما برای او کافی است که برایش تالار مهیا کنند، برای او منبر بدهند، شعرش رو نشر کنند، در یک معرکه در یک ضیافت رسمی حکومتی دعوت شود. من یکی از شاعران خدا رحمتش کند گذشت و حالا در یکی از ضیافت‌های رحمان کمتر زیادتر نوشید و بعد گفت که زیاد نوشیدم، گفت بخشش کمتر گپایم هر خیر میرود. در یک میز نشسته بودیم، بعد گفتم استاد سین سالتانم به یک جا رسیده است، من به عقیده شخصی کار ندارم، برای سلامتی آیا وقت نرسیده است که دیگر ننوشید بس کنید؟ همینه. چون ما خیلی مناسبت‌های نزدیک داشتیم و به خودم اجازت میدادم که با او در این باره صحبت کنیم، چون هم همکار بودیم و نزدیک رابطه داشتیم. بعد یک گپی بسیار جالب زد، گفت ببین مایدین، اصلا ما قطعی خودت یگان دشمنی یگان ضدیت نداریم، اصلا شما آدمای بد نیستید و ولی میدونید که من مخالف شما هستم، مخالف حزب شما، من اپوزیسیا. گفتم بله میدونم. گفت میدونی برای چی فکر میکنی؟ برای همین افکار و اندیشه های شما. گفتم نمیدونم. گفت نه راستش بگو، برای این یک ضیافت دعوت ممکنه، برای همین شوخی کرد. گفت که برای همین 200 گرم و 2 تا بادرنگ شور. یعنی گفت ما دیگر یگان چیز من نه خانه در کار نه یگان چیز، با شما هم عقیده هستم، اما همین آدما همین کار رو میکنن برای ما، منبر میتن، شعر ما چاپ میکنن، گاگو دعوت میکنن، همین گونه ضیافت ها 100 گرم و 2 بادرنگ شور میتن. با همین خیلی شوخ هم بود و شوخی آمیز میگفت، ولی واقعیت میگفت و کم نیستن همین گونه آدمانی که واقعا براشون این اولویت دارن، انسانای خوبن. بنابر همین من فکر میکنم که ما باید که این گونه افراد را جایگاهشان را در نزد ملت مشخص کنیم. من نمیگم کاری کنیم که اونها از این کار خودشون شرم کنن، خجالت شون، چون نمیکنن. پرده رو خیلی پرده روشون دریده است، خیلی پوسخاف شدن، دیگر این کار رو نخواهند کرد. اما جوانان رو باید فهموند که همین آدم ها از اون شاعرانی درباره که باعث مرگ ده ها شاعر دیگر شدن، باعث بدرقه شدن، مثلا باعث آن شدن که نسبت فردوسی چنین مناسبت شد، نسبت
ابن سینا چقدر از دست حاکمان و از دست علمای درباری گریزان بود. عبید زاکانی، ما باید چشم ملت رو باز کنیم که اونه که برزو عبدالرزاق در تاجیکستان صحنه پیدا نمیکند، با او اجازت نمیدهند که پیسای خود را بگذارد و در تمام جهان همچون بهترین کارگردانی نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه آسیای مرکزی شناخته شده است. میدوند دلیل عیب رحمان نیست اینجا. عیب دیگر زیایانی هست که با اون تملق کاری خودشان کار میکنند که برزو عبدالرزاق دیگر در چشم رحمان دشمن مینماید، دشمن ملت مینماید. یعنی همش عیب رحمان نیست، عیب همون زیایانی هست که یک نمونه دیگری زیایی رو میخواهند نشان بدهند. وقتی که رحمان میبیند که خب عبدالله رحمان هم زیایی، عبدالقادر طلبکف هم زیایی، برزو عبدالرزاق هم خودش رو زیایی میگرد. خب از این زیایی که برزو عبدالرزاق است و مومن قناعت بود و لایق شیرعلی بود، اون نفر دیگری که خودش رو هم زیایی میگرد در اطراف پرزیدنت میشد بهتر است. طبیعی اگر عبدالله رهنما نمی بود، اگر طلبکف نمی بود، اگر چند شاعر و رژیسور مداح دیگر نمی بود، مناسبت با برزو عبدالرزاق خیلی دشمنانه نمی بود، با او صحنه میدادن. اونه که یک شاعر در زندان است، یک نویسنده خالق زاده و عبدالقادر رستم در زندان هست، برای آنکه در تاجیکستان چند نویسنده و شاعر و صاحب قلم چاپلوس دیگر وجود دارد و رستم عبدالقادر در مقایسه با اون شاعری یا نویسنده چاپلوس یک انسان خطرناک می نماید، یک انسان اندیشش خطرناک در چشم حاکمیت می نماید. برای آن روزنامه‌نگاران و بلاگرهای ما زندانی هستند که در جامعه تاجیکستان عبدالقادر طلبکف و فرج و چندین روزنامه‌نگاران دیگر هستند که رحمان اینها رو مقایسه میکند، وگرنه اونها یکون جنایتی نکردند. برای آن دامله‌ها و روحانیت در زندانی داریم که چند تا روحانی و مفتی عبدالقادر زاده و نمیدونم ائمه خطیبان دیگر داریم که مداح رحمان رو کرده ایستادند. رحمان این گروه از زیایان و روحانیت و روزنامه‌نگار و شاعر نویسنده رو زندانی میکند، یک گروه دیگر رو در اطرافش میگیرد، میگه خب من که مشکلی با ادبیات و شعر و دین و با روزنامه‌نگاران ندارم، مگر اینا روزنامه‌نگار نیستن، مگر اینا رژیسور نیستن، مگر این شاعر نیست. حتی میگه من با سیاستمدارانم مخالفت ندارم، مگر اون کی بود رئیس حزب سوسیال دموکرات بود گرفتنش، عبدالغفار حلیم یا عبدالحلیم غفار زاده، مگر این سیاستمدار نیست؟ مرحمت گشت از کار کرده سیاست و در پارلمان است. من با کبیری مشکلی دارم برای آنکه کبیری دیگه خیلی فکر میکنه، ولی این که درست فکر میکنه آدمی خوب است، من با این مشکل ندارم. و این بیچاره سید جعفر عثمان هم فریب همین رو میخورد، فکر میکرد که مثل کبیری گپ نزند، مثل رحمان خودش گپ زند زندانی نمیشود. اما وقتی که اپوزیسیون تمام شد دست به سیاستمدار نیم مستقل میزنن. اگر روزنامه‌نگار مستقل تمام شد دست به روزنامه‌نگار یا بلاگری یک کمی مستقل میزنن. اگر روحانی یا عالم دینی مستقل تمام شد دست به همون چاپلوسان صاحب منبر خودشون میزنن و این آهسته آهسته حلقه تنگ شدن میگیرد و یک روز میبینید که دیگر حتی همون چاپلوسان خودشون هم افراد زیادتی میشن و زندانی خواهند شد که البته خدا نکند ما برای هیچ کس این روز رو نمیخواهیم. اما این چاپلوسان فرق ندارد، اون چاپلوس روزنامه‌نگار است، شاعر است، نویسنده است، ملا هست، بدانند که آهسته آهسته این حلقه روز تنگ میشود و گردن خودی آنها را هم خواهد گرفت.